آسیاب آندیمن بخریم یا دوزردار؟ آسیاب دوزردار دارای مخزن هست که میشه حجم قهوه رو برای یک شات یا بیشتر تنظیم کرد. ایراد این دستگاه اینه که مدت طولانی قهوه داخل دوزر میمونه و عطر خودش رو از دست میده. برای کالیبره کردن هم دوری زیاد داریم، ولی اگر قهوه زیاد مصرف میکنین یا کافی شلوغی دارین این دستگاه مناسب شماست. آندیمن حرفه‌ای ترین نوع آسیاب قهوه است. فاقد مخزن است و پودر قهوه بلا فاصله بعد از آسیاب درون پورتافیلتر ریخته می شود. این ویژگی باعث میشه پودر قهوه همیشه با عطر و طعم عالی باشه. کالیبره کردن این دستگاه راحت تره و دورریز قهوه کمتری داریم. پس اگر محیط شما تخصصی هست این دستگاه مناسب شماست. این پست رو بفرست واسه کسایی که نمیدونن چه آسیابی بخرن.